بعد به ماست پروبیوتیک اشاره کردین. یکی از سوالایی که خیلی میپرسن و من می‌خواستم که جوابش رو بدم تو این ویدیو این بود که این ماست‌های پروبیوتیک که مصرف می‌کنیم اینا چجوریه؟ یعنی مثلا ما ماست پروبیوتیک بخوریم فقط کافیه، یا اینکه مثلا فقط شیر پروبیوتیک بخوریم کافیه، یعنی که مثلا پرسوس داشته و اینا رو باید مصرف بکنیم؟ کلا چجوریه مثلا نحوه مصرف؟ ببینید وقتی که راجع به مکمل‌های غذایی داریم صحبت می‌کنیم، مثل چیزی که گفتیم مثل ماست، استاندارد ایران به توان 6 تا باکتری در هر میلی لیتر محصول هستش و این زمانی میتونه اثرگذار باشه که ما حداقل 100 میلی لیتر ماست مصرف کرده باشیم که به توان 8 تا باکتری یا 100 میلیون باکتری به بدن ما توی یه دوز مصرفی در روز برسه. ولی وقتی که میریم سراغ مکمل‌ها، خب عدد و ارقام خیلی بالاتر هستش و ما حداقل توی هر قرص یک کپسول 10 به توان 8، 10 به توان 9 و اخیراً 10 به توان 10 تا باکتری داریم. خب اثرگذاری هم وابسته به دوزه. یعنی مثلا شما میگین که مثلا ما اگه مثلا هر روز به فرض مثلا یک کاسه ماست پروبیوتیک بخوریم برابر با هفته مثلا یه دونه قرص؟ نه مثلا ببین اگه که قرصی که استفاده می‌کنیم 10 به توان 8 تا باکتری داشته باشه آره، ولی اگر چیزی که متداول 10 به توان 9 بله، یعنی معادل 9 روز یک بار، اگه شما 9 روز ماست بخورید برابر یک قرص میشه که هر 9 روز یک بار خورده باشید. به خاطر همین اثرگذاری هم چون وابسته به دوز هستش، اگر اثرگذاری بهتر و واضح‌تری می‌خواید، به خصوص وقتی که آسیب زده شده به میکروبیوتا، سفارش این هستش که بریم سراغ مکمل‌ها که دوز بالاتری از باکتری‌ها رو دریافت می‌کنیم.